و در اینجا ناظم گفتن که یزید بکثرت الانفاق منه، علم به سبب نفقه کردن زیاد می شود و ینقص این بهی کفن شددت، و هر وقت که کفی خود را محکم کردی یعنی خیر نکردی، علم رو به مردم نرسانیدی، علم کم میشه. بنابراین یک قاعده رو فراموش نکنید: ما جاء فیه فضل کبیر کان فی التفریط فیه عقوبة شدیده. هر چیزی که فضلش بزرگ باشد مانند رسانیدن علم، همین گونه بی اهمیتی کردن و این وظیفه را اجرا نکردن عقوبتش هم عظیم است، جزاش هم وزنین است. یعنی که چه خیلی که رسانیدن علم مرتبهش بلند باشه، چه خیلی که الله تعالی میگه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله تعالی مرتبه آنهایی که ایمان آوردند و علم دارند میبردارد، درجه های آنها رو بالا میبردارد. این در حق آن آدم هایی که علم گرفتند و طبق تقاضای علم عمل کرده، یعنی به علم عمل کرده و علم رسانیدند. رسانیدن علم هم از جمله عمل کردن به علم است.